سلام آقای دکتر فیروز آبادی، خیلی خوش آمدید. و علیکم السلام. اجازه بدید این روزها چون بحث آقای ایلان ماسک خیلی داغه، از موضوع ایلان ماسک شروع کنیم. بالاخره ایشون از فعالان غیر از فعال اقتصادی و فعالان فضای مجازی، صاحب شبکه توییتر یا همون ایکس و اخیراً راجع به ایران خیلی بالاخره به صورت جدی ورود کرد. شما ارزیابیتون از حضور ایلان ماسک در نزدیکی آقای ترامپ رئیس جمهور جدید آمریکا چیه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. خب آقای ایلان ماسک 2-3 تا توییت داره که نشون میده که برای ایران حسابی فراتر از کشورهای دیگر منطقه باز کرده، که شاید بگیم مهمترین توییتی که داره این هستش که در حقیقت ایران در نزدیکی پایگاه آمریکایی واقع شده و به اصطلاح اعتراضی به حضور گسترده امریکا در حقیقت داره در اطراف ایران، که این خب یک دیدگاهی است که قابل توجه هست، بایستی بهش توجه بکنیم. دیگری موردی است که اخیراً زد راجع به اصطلاح نبوغ ایرانی ها که ایشون مورد استفاده قرار داده. موارد دیگری هم هست که بعضاً از موزیک های آماتور ایرانی در حقیقت ایشون که برای اسپیس ایکس ساخته بودن که از کمپانی های مورد علاقه ایشون هست به اصطلاح توجه بهش داره. ولی تا اونجایی که من میدونم ایلان ماسک خب به عنوان یک توسعه‌گر تکنولوژی شناخته میشه که ماجراجویی بالایی داره. یعنی به هر حال چه در صنعت پیپال که ایشون در حقیقت این صنعت رو راه اندازی کرد، یا در تسلا، و الان در اسپیس ایکس و پروژه جسورانه استارلینک، نشون میده که فرد جسوری است. و آخرینش خرید متا، خرید توییتر که به نام ایکس الان شده، شبکه ایکس، که بسیار خرید جسورانه ای بود، به خصوص با اون قیمتی که ایشون عمل کرد. و در انتخابات اخیر هم باز خیلی حضور جسورانه ای در انتخابات امریکا داشته که بعضاً مطرح بود که اگر آقای ترامپ رئیس جمهور نشه ایشون تحت تعقیب قضایی قرار میگیره. الان هم به نظر میاد در رابطه با ایران، با توجه به موضع‌گیری هایی که طیف ترامپ داشتن در رابطه با مسائل اصلی منطقه، اگر ملاقاتی صورت گرفته شده باشه، این یک اقدام جسورانه است و میشه در تحلیل برآورد داشت که همچین کاری از آقای ایلان ماسک برمیاد که با نماینده ایران ملاقات کنه، حرفای بزرگ بزنه و پیشنهادات بزرگ بده. ولی اینکه حالا آقای ایلان ماسک چه پیشنهاداتی داده، من خیلی برآوردی ندارم که چگونه پیشنهاداتی میتونه باشه. ولی یک تحلیل میشه داشت که شاید ما اگر در امریکا دو طیف اصلی سیاسی رو به اصطلاح گلوبالیست ها بدانیم و کسانی که به اصطلاح کمتر گلوبالیست هستن، اینجوری بگیم بهتره، شاید این تقسیم بندی رو بکنیم شاید صحیح تر باشه. در طیف گلوبالیست ها معمولاً غول‌های فناوری ICT قرار گرفتن و تنها کسی که از حوزه غول‌های فناوری در غول‌های فناوری ICT در طیف آقای ترامپ قرار گرفته که پروژه های گلوبالیستی داره. پروژه استارلینک پروژه گلوبالیستی است. پروژه است که رابطه دولت ملت رو تضعیف میکنه. یه پروژه فرادولت هاست در حقیقت و به دنبال این هست که بتواند یک فضای مجازی، زیرساخت یک فضای مجازی بین الدولی و بین المللی و جهانی رو به اصطلاح مدیریت کنه و هنجارسازی بکنه درش و بازیگری داشته باشه. و با کارهایی که در حوزه هوش مصنوعی داره میکنه، به نظر میاد که این اقدامات جسورانه مکمل هم دیگه هستن و
چون یکی از برآوردهایی که هست که پیامدهای توسعه هوش مصنوعی در جهان چه هست، چون ما می‌دونیم در دوره ICT غول‌های فناوری در امریکا شکل گرفتن. غول‌های فناوری از لحاظ اندازه بازار و قدرت اقتصادی به مراتب از بانک‌ها و شرکت‌های منابع محور بزرگتر شدن و در تاریخ امریکا توانستند تعدادی شرکت بالای 1000 میلیارد دلار رو به اصطلاح در بازار بورس امریکا خلق بکنن. برآورد این هستش که توسعه هوش مصنوعی این روند رو به غول‌های فناوری ICT شتاب دوچندان میده. برآورد این هستش که شکاف توسعه یافته‌ها و کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته خیلی عمیق‌تر خواهد شد و موارد دیگر کارو بحث ما نیست. به هر حال این هم باز یک اقدام جسورانه است که در حقیقت آقای ایلان ماسک جدای از به اصطلاح هم پیالگان، حالا حتی اگه بخوایم اسمشو بذاریم، یا هم نوایان خودش، در حقیقت در طیف آقای ترامپ قرار گرفته و بایستی دید که حالا روند کار به کجا میشه. شما آقای ایلان ماسک رو یک تئوریسین توسعه میدونید؟ قطعا افکاری تو این حوزه داره، ممکنه که به صورت یک مکتب و تئوری بیان نکرده باشه، ولی نوع نگاهش به بازار اقتصادی قطعا عالمانه و عمیق. پیشینش هم همینو میگه؟ پیشینش همینو میگه. ایشون به هر حال پیشینشی که نگاه میکنید در حقیقت از افلاس شدید خودش رو به این نقطه رسونده در مدت کوتاه. در مدت 20-25 سال ایشون از مثلا یک فرد مفلس رسیده به اینجا که از بزرگترین سرمایه‌داران آمریکاست. خب چطوری به ترامپ گره خورد؟ یعنی در واقع نگاه آوانگاردی که هر دو با هم دیگه داشتن اینا رو با هم نزدیک کرد. چون آقای ایلان ماسک دیدگاه سیاسی پیشینی نداره و عضو حزب خاصی هم نبوده. ایشون من معتقدم اولا خیلی اقدامات جسورانه میکنه. اگر اقدامات جسورانه هم که تا الان کرده و در حقیقت در چارچوب الیت سیاسی در امریکا نکرده و چون با آقای ترامپ میشود کارهای جسورانه دیگری کرد، شاید اینجوری باشه. البته اخیراً خب گرایشات راستگرایانه شدید در ایشون ملاحظه شده، بحث ناسیونالیسم در ایشون، اظهارات ناسیونالیستی مطرح کرده که اینا از لحاظ دیدگاه به آقای ترامپ خب نزدیک هست. شعارشون امریکا فرست هست، یعنی اول امریکا بعد بقیه جهان. یعنی ما اگر فرض بگیریم که گلوبالیستای دموکرات در حقیقت نگاهشون گلوبالیسم هست به صورت اینکه غول‌های فناوری و شرکت‌های بزرگ امریکایی بتوانند در دنیا، در حکمرانی دنیا حضور فعال داشته باشند و ضمناً نوعی محلی گرایی در این توسعه مد نظرشون هست. آقای ترامپ قائل به این نوع محلی گرایی نیست. معتقد هستش که اگر محلی گرایی میخواد صورت بگیره بایستی کاملاً با هزینه خود محلی ها صورت بگیره. قائل به مشارکت نیست. یا اگر هم مشارکت هست مشارکت برابر میخواد. مثلا شما در قضیه ناتو نمیپذیره بابت اینکه امریکا حاکمیت داشته باشه بایستی مخارج ناتو رو هم بپردازه و از اونها بیشتر انتظار داره. لذا تفاوتی بین شاید بگم نوع نگاه شرکت هایی مثل آمازون، IBM، میکروسافت، گوگل به جهان با اون چیزی که آقای ایلان ماسک داره نگاه میکنه که شما استارلینکش در حقیقت به نحوی در مقابله با دولت، یعنی با نوعی تجاهل نسبت به دولت‌های دیگر، یعنی ایگنور کردن دولت‌های دیگر در حال پیاده سازی است. ایلان ماسک در واقع یک نگاه ایدئولوژیک داره به سیاست یا نه همون نگاه مرکانتیلیستیشه که در واقع داره او رو نزدیک میکنه به ترامپ؟ نگاه منفعت‌گرایانه اقتصادی داره. یک رو یک استراتژیست سیاسی نمیدونید؟ بحث این هستش که ما دیگر نمیتوانیم غول‌های فناوری
یا اقتصاد امریکا رو تصور کنیم بدون جهانی شدن. جهانی شدن جزو مقدمه شرکت‌های بزرگ امریکایی است. در جهانی شدن مشارکت در حاکمیت و حکمرانی یک امر به اصطلاح گزاره پیشینی است و هر جماعتی که گزاره‌های پیشینی این چنینی داشته باشن به نحوی ایدئولوژیک هستن. اگر به این معنا شما می‌فرمایید بله ایشون ممکن شاید صاحب ایدئولوژی هست ولی صاحب تئوری که پاسخگوی همه سوالات بخواد باشه در اون ایدئولوژی که خودش داره به نظر من نه اینطور نیست. حالا با این توصیف شما دکتر حضور ایلان ماسک در کنار ترامپ میتونه یک خطر برای همه قدرت‌های بزرگ چه فناوری و حتی سیاسی باشه. مثلا چینی ها احتمالاً خیلی ناراحت باشن از حضور او در کنار ترامپ. من اینطور فکر نمی کنم. علتش این هستش که در کنار بحث ژئوپلیتیک که دموکرات ها هنوز که هنوزه بازی که دارن میکنن ادامه جنگ سرد هست، ادامه توجه منحصر به فرد به بحث ژئوپلیتیک هست یا تمرکزی بیشتر بر ژئوپلیتیک هست. آقای ترامپ در دوره اول و مباحثی که در انتخابات اخیر داشته به نظر میاد که به منافع اقتصادی هم دوش ژئوپلیتیک اهمیت میده. به نظر میاد که حضور به اصطلاح تکنولوژیست هایی از قبیل ایلان ماسک که قابلیت چانه زنی، قابلیت تقسیم بازار در اونها و قابلیت خلق بازار از طریق اونها متصور هست، ارزم به حضور شما که آپشن ها و فرصت های چانه زنی اقتصادی رو در روابط بین الدولی میتونه افزایش بده. به همین دلیل حضور ایلان ماسک رو به نظر من مورد استقبال هم چینی ها میدونن و هم روس ها میدونن. الان ایلان ماسک یک موتور پیشرانه در واقع در سیاست خارجی آمریکا و حتی در تجارتش. حالا شاید موتور پیشران تنها موتور پیشران نیست. خب حضور چنین نگاه‌هایی توی کاخ سفید، نگاه‌های مثل ایلان ماسک برای ما چه فرصت‌ها و چه تهدیدهایی رو فراهم می‌کنه؟ ما در حقیقت بایستی به اصطلاح بتوانیم پیش بینی داشته باشیم، یعنی پردیکتیبیلیتی و پیش بینی از حرکت به اصطلاح طرف مقابل از مهمترین مواردی است که در دیپلماسی بایستی بهش توجه بکنیم. نگاه ما این نبایستی باشه که بودن کسانی مثل ایلان ماسک فرصتن یا تهدیدن. بایستی به ما قدرت تحلیل و پیش بینی بده که چگونه بتوانیم با ارزم به حضور شما از منافع خودمون در منطقه دفاع بکنیم. خب ولی به هر حال الان آمریکای ترامپ مساوی داره میشه با آمریکای ایلان ماسک. من فکر نمی کنم اینطوری باشه. هنوز به اصطلاح لابی های قدرت دیگری در امریکا وجود دارند و حزب جمهوری خواه هنوز به اصطلاح اون لایه محافظه کارشون و سرمایه‌داری سنتی که وجود داره هنوز حضور داره. هنوز حتی بعضی از شعارها و مبادئی که ترامپ و حزب جمهوری خواه مطرح میکنه با پایه تئوریک نظام سرمایه‌داری نئولیبرال خیلی وفاق نداره. فرض کن حمایت ایشون از نهاد خانواده، توجه ایشون به سنت‌های دینی، اینها نکات قابل توجهی هست که به هر حال در حزب هنوز وجود داره که من فکر نمی کنم حالا هرچند که آقای ایلان ماسک از قضیه انقلاب جنسیتی ضربه خورده، مشکلات خانوادگی پیدا کرده و ممکنه گرایشاتی پیدا کرده باشه، ولی به عنوان یک تکنولوژیست به اصطلاح نوگرای جسور در حوزه ICT بعید میدونم اینا خیلی در مبناش وجود داشته باشه یا رابطه وثیقی با این گروه‌های قدرت در امریکا داشته باشه. فرمودید که ما باید قدرت پیشبینی داشته باشیم. برای داشتن قدرت پیشبینی باید یک زیرساخت‌های توسعه‌ای در کشور وجود داشته باشه
شما وقتی چیزی رو پیش بینی میکنید یه چیزهایی بتواند اون پیش بینی شما رو به اصطلاح در دسترس یه چیزی برای معامله داشته باشیم. شما فکر میکنید که ما با وضعیت توسعه‌ای که فعلا داریم چگونه بازی خواهیم کرد با آمریکا، با اروپا، با کشورهای منطقه؟ اونو که دیگه اربابان مسئول در کشور در حقیقت یا اربابان قدرت در جمهوری اسلامی در حقیقت بایستی تصمیم بگیرن و تدبیر بکنن. ولی به هر حال ما جایگاه ژئوپلیتیکمون، بعدش حوزه نفوذ راهبردی ما، بازار بکرمون، نیروی انسانی مناسبمون، امنیتی که در کشور وجود داره و قدرت نرمی رو که هنوز نتوانستیم یا یاد نگرفتیم قدرت نرمون رو به منصه ظهور برسونیم. اینها مواردی است که میشه در اکثرش بالقوه است دکتر. همینطوره. بالفعل چی؟ رهبران سیاسی بالقوه ها رو بالفعل میکنن. خب میگم چقدر فاصله داریم تا اون تبدیل این بالقوه ها و بالفعل ها؟ مشکلات زیرساختی توسعه در ایران رو در چی میبینید؟ اصلا الان لازم هست راجع به این قضایا حرف زد و نظام سیاسی، اقتصادی، فرهنگی کشور رو متوجه این کرد که ما به لحاظ توسعه داریم از بسیاری از حتی همسایگان خودمون عقب میافتیم. ما که از همسایگانمون خیلی عقب افتادیم. چون معمولا توسعه اقتصادی اجتماعی میگن، ولی اون قسمت کمیت پذیرش قسمت اقتصادیشه و توسعه اقتصادی میتواند به اصطلاح تا حدودی وضعیت اجتماعی رو هم بیان بکنه، نه به طور کامل. خب ما در حوزه اقتصادی شاهد این هستیم که کشورهای منطقه فرض کنید یک ذخیره ارزی 4000 میلیارد دلاری دارن، 4 تا کشور حوزه خلیج فارس. این در مقایسه با کشور ما این یک جا افتاده، یک عقب ماندگی شاید جبران ناپذیر به نظر بیاد، یا حداقل عقب ماندگی که حداقل 2 دهه نیاز به تلاش داره که ما بتوانیم تازه به قدرت مساوی با کشورهای منطقه برسیم. و بیش از همه این هستش که ما الان مشکلمون تو کشور این هستش که در مورد توسعه وفاقی وجود نداره. راهبرد توسعه راهبرد مشخصی برای توسعه نداریم. در سالهای گذشته بیشتر تلاش داشتیم که یک دولت رفاه باشیم و در دولت رفاه تقریبا تمام منابع اختصاص دادیم و الان به یک دولت بزرگی رسیدیم که دولت در حقیقت بگیم که با تعهدات زیاد، نه بزرگ، با تعهدات بزرگ. دولتی با تعهدات بزرگشون که بعضا لایطاق هست و پیشبینی‌های بدی هم در آینده برای مثل بحران صندوق‌های بازنشستگی یا بحران انرژی، تولید انرژی، الگوی مصرف انرژی، بحران آب و بحران‌های دیگری که همه اینها به سرمایه‌گذاری‌های عمیق و سنگین نیاز داره. ما الان مسئله‌مون فراتر از به اصطلاح پروژه‌های توسعه‌ای نظام به اصطلاح کپیتالیستی است. ما بیشتر الان بحث تأمین نیازهای اساسی برای مردم را، یعنی نوع توسعه ما داره کم کم به این تبدیل میشه که توسعه از نوع کشورهای به اصطلاح توسعه نیافته میشه. تأمین نیازهای اساسی، خانه، مسکن و آب و برق و آموزش و تغذیه، این نیازهای اساسی رو در حقیقت بایستی به دنبال اون باشه. لذا فرمایش شما درسته که ما بازیگر توانمند منطقه‌ای نیستیم، نه در منطقه نه در نظام جهانی. یعنی ما در نظام جهانی اگر مزیتی داشتیم، مزیت بازیگری در حوزه انرژی بود دیگه. اون رو هم به تدریج از دست دادیم عملاً و حتی از آن چیزی که در زیر پاهامون هم قرار داره به دلیل اتخاذ استراتژی‌های غلط در فراآوری اونها هم تلاش نکردیم. یعنی به دنبال
سیاست عدم استفاده از نفت و گاز رفتیم، یا گفتیم اقتصاد مستقل از نفت و گاز، مثل این کشوری که آب داشته باشه، کشاورزیش رو بر اساس سرزمین‌های خشک بگذاره. ما در حقیقت یه همچین تصمیم گرفتیم که در جایی که آب وجود داره محصولاتی کشت کنیم که نیاز به آب ندارن. و خب به نظر میاد که انباشت این اشتباهات در سالهای گذشته دست ما رو برای چانه زنی در سطح نظام جهانی امکانات ما رو محدود میکنه، اکثرش رو بالقوه قرار میده به جایی که بالفعل قرار بده. خب به حال شما به عنوان کسی که روی موضوعات توسعه‌ای فکر کردید، اگر چه میدونم الان بیان بگن یه تشکیلاتی درست کردیم به نام تشکیلات توسعه ایران و از شما بخوان در واقع ایده های خودتون رو مطرح کنید، به نظرتون اولین زیرساخت‌هایی که برای توسعه ایران باید فراهم بشه چیه که ما به تدریج فاصله‌مون رو با دنیا کم بکنیم؟ یا کنید یک وقتی توسعه هایی بوده که در حقیقت مثلا به سمت تأمین خودکفایی تک‌بعدی بود، نه نگاه به درون بود. خب در نگاه به درون ما موفق بودیم. بعد از انقلاب نگاه به درون ما نسبتاً تا حداقل 10 سال پیش، تا قبل از شدت گرفتن تحریم ها، نسبتاً موفق بودیم. نه بحران انرژی داشتیم و در به اصطلاح بسیاری از موارد استراتژیک به خودکفایی هم رسیدیم، در تغذیه و حتی در مسکن هم مثلا در سطح خوبی قرار داشتیم. خط فقر در نسبتاً جای مناسبی بود، ضریب جینی مناسب‌تر بود، ولی به تدریج با شدت پیدا کردن تحریم ها این قضیه خب خیلی در حقیقت شدید شده. به اضافه این که در این 10-15 سال در دنیا تحولات وسیع اقتصادی اتفاق افتاده. شما 10-15 سال پیش مثلا فرض کن نظام تک قطبی وجود داشته که در ادامه جنگ سرد و نظم نوین امریکایی بوده که در 10-15 سال اخیر شکل نظم نوین امریکایی عوض شده. به اصطلاح از نوع نظم نوین مبتنی بر هرم قدرت قطبی تبدیل شده به نظم نوین مبتنی بر شبکه، هرچند که ممکنه این شبکه تحت سیطره یک نقطه قرار گرفته باشه ولی دیگه هرمی نیست. و در حقیقت در این نظام شبکه‌ای که در جهان اتفاق افتاده، بحث جانمایی قلمروهای قدرت خیلی جدی است که ما در کجای این جانمایی شدیم. به طور مثال همین الان کشورهای منطقه برای سالهای آینده، مثلا امارات متحده راهبرد هوش مصنوعی رو مبنا قرار داده و بر اساس راهبرد هوش مصنوعی $10 میلیارد سرمایه گذاری کرده و خواهد کرد و قرار هست که قطب هوش مصنوعی جهان بشه و قرار هست که به اصطلاح زیست بوم تست به اصطلاح طرح‌های هوش مصنوعی جهان باشه. عربستان سعودی قرار هست هاب نیمه هادی بشه. صحبت از $80 میلیارد تا $100 میلیارد سرمایه گذاری در هاب صنعت نیمه هادی و میکرو الکترونیک. اینها استراتژی هایی است که من نمیدونم چقدر محقق بشه. البته من در این که محقق بشه تشکیکات خودم رو دارم، چون به لوازمی نیاز داره که این لوازم الان فاکتور ریسکشون بسیار بالاست. ولی این بر اساس یک جانمایی در اقتصاد جهانی است. فرض کنید راهبرد چینی ها این هستش که کارخانه جهان باشن. بر همین اساس که میخواهند کارخانه جهان باشن، بایستی صنعت رباتیزه رو در کشور رباتیک خودشون رو تقویت کنن و صنعتی رو پایه‌گذاری کنن که اختلالات انسانی که در خط تولید میتونه ایجاد بشه رو به صفر برسونن و وابستگی خودشون رو به اون مزیت رقابتی که مبتنی بر نیروی کار ارزان بود رو ازش خلاص بشن. چون چینی ها یه وقتی بازار رو تصاحب میکردن به دلیل اینکه
نیروی کار ارزان داشتن، نیروی کار ماهی $30 داشتن. الان اینطور نیست. الان اگر بازاری رو چین تصاحب میکنه به خاطر تکنولوژی برتره، به خاطر کیفیت برتره و به خاطر ارزان بودن. این ارزان بودن از رباتیک بودن صنعتش برمیاد و بر این اساس این استراتژی انتخاب کرده و این تحقق این راهبردها در حقیقت مبتنی هست بر یک سری فکت‌های مادی که ناشی از حضور و بروز شرکت‌های فناوری پایه، شرکت‌های پرقدرت اقتصادی که از سرمایه‌های بزرگ برخوردارند و در روابط جهانی در یک بستر تاریخی برای خودشون قلمروسازی کردن. همه اینها رو ما متاسفانه در سالهای تحریم، حالا تحریم فقط این ضربه رو به ما نزده، تحریم به ما این ضربه رو زده که به دلیل تحریم ما ناچار شیم شفافیت رو به کنار بذاریم. همین الان هم صحبت از این میکنیم FATF رو نپذیریم که شفافیت برای ما خطرناکه و با عدم پذیرش شفافیت کل جمهوری اسلامی دچار مشکلاتی از نوع فساد اقتصادی و سایر مواردی که کل جمهوری اسلامی رو و عرضم با حضور شما دچار مشکلات اساسی کرده. به همین دلیل هم خیلی کودکانه است که بعضا شعار میدن که ما ثابت بکنیم تحریم تأثیری نداره. یه مدتی متاسفانه دستگاه تبلیغاتی رسمی ما تلاشش این بود که ثابت بکنه به صورت یک طرفه که تحریم تأثیری نداره و شاید هم مثلا اثرات مثبتی داره که من به عنوان یک کارشناس همچین اعتقادی ندارم و معتقد هستم که تحریم در نظام جهانی شده به معنی حذف کشور ما هست و از دست دادن فرصت‌هایی است که قابل جبران نیست. به همین دلیل هم ما بایستی بحث تحریم رو حل بکنیم و به هر نحوی که هست این رو به سرانجام برسونیم. یعنی پیش نیاز توسعه اولیش رو شما رفع تحریم ها؟ قطعا همینطوره. چون توسعه بدون جانمایی در نظام جهانی و تقسیم کار جهانی و بدون راهبردهای مشخص جهانی فقط تکیه بر بازارهای داخلی امکان پذیر نیست. شاید تا 20 سال پیش معنی داشت اما الان دیگه معنی نداره. ما تئوری های توسعه نیازهای اساسی هم معنی داشت. بعد از جنگ جهانی دوم یکی از تئوری های مطرح توسعه بر اساس تأمین نیازهای اساسی بود. ولی اینکه شما در قرن 21 برگردی به نیمه قرن 20 بخوای توسعه از نوع تأمین نیازهای اساسی داشته باشی، این عقب‌گرد بسیار سنگین. یکی از موانعی که در مورد توسعه بیان میشه، من فقط توضیح میدم، قضاوتی راجبش ندارم، اینکه بعضی میگن که توسعه با بعضی از مبانی دینی ما در تضاده. مثلا ببینید که بعضی از روحانیون ما، حتی روحانیون شاخص ما، در مقابل توسعه گارد شدید دارن. دلیلش را هم مثلا فرض کنید تبدیل شدن ما به نوکر اجانب، نمیدونم، به اینکه ما ممکنه مجبور بشویم به اردوگاه سرمایه‌داری جهان و سلطه و چیزهای شبیه این. شما فکر میکنید که آیا تفکر دینی اساساً با موضوع توسعه در تضاد، تناقض هست یا نه؟ تا الان به هر حال آن چیزی که از ادیان استنباط میشه این هستش که در حقیقت زندگی بهتری رو برای انسان در حقیقت تأمین بکنن و ما بحث من لا معاش له لا معاد له رو داشتیم که شاید مهمترین نکته‌ای که ما در قرآن و در اسلام داریم دو بحث: توحید و معاد. این دوتا به اصطلاح بخش بزرگی از قرآن مبتنی بر این هست. در حوزه‌های اجتماعی هم باز پیامبر ما در حقیقت به دنبال در هم شکستن سنت‌های غلط جاهلی بوده و اون بخشی از سنت‌های جاهلی رو که غلط نبوده رو ایشون امضا کرد که بخش بزرگی از دین رو تشکیل میده. یعنی انطباق با
محیط خود در زمان خود پیامبر در حقیقت از اساس کار خودشون بوده و اصلا هوشمندی یکی از بهترین تعریف‌هایی که از هوشمندی هست که من اون رو تعریف مطلوب خودم میدونم، چون در مورد هوش مصنوعی یا هوشمندی تعریف‌های مختلفی میشه. میگن هوش مثلا هوش مصنوعی یا هوش اون چیزی است که رفتاری شبیه انسان داشته باشه، که این به نظر من قابل چالشه، چون انسان دچار محدودیت‌های جسمی و بدنمندی است. ما نمیتونیم هوش رو محدود به انسانیت و بدن انسان و فیزیک انسان بکنیم. یکی از بهترین تعریف‌هایی که در مورد هوشمندی هست تطابقه. میگن هر موجودی که بتواند خودش رو تطبیق بدهد برای زنده ماندن، برای موجود بودن، این موجود هوشمنده. انسان هست که وقتی که با سرما مواجه میشه به دنبال گرما میره، وقتی که با گرما مواجه میشه به دنبال سرما میره، وقتی که گرسنه میشه به دنبال غذا میره و هر وسیله و ابزار و تکنولوژی هم که به کار میگیره برای این هستش که با محیط تطبیق پیدا بکنه. پس بنابراین دین ما هم قاعدتاً اگر مبتنی بر عقل و هوش باشه که هست، قاعدتاً بایستی ما تطبیق با نظام جهانی داشته باشیم، تطابق داشته باشیم، ادپتیبیلیتی داشته باشیم برای که هوشمندی داشته باشیم. و اگر فرض رو بر این بگیریم که ما علمای ما که از گذشته هم همین کار رو میکردن که راه‌های به اصطلاح شرعی برای مشکلات روز مردم پیدا بکنن، اگر پدیده‌های نوعی وارد یک جامعه بشه، در یک جامعه مدنی بشود، اونها راه حل‌هایی براش پیدا می‌کردن در کسب و کار، در نوع پوشاک، در نوع زیست، در وسیله حمل و نقل، در هر گونه موردی که مطرح بوده معمولاً اصطلاح به دنبال پیدا کردن راه برای تطابق پذیری بوده. الان هم به نظر من اگر کسانی هستند که معتقد هستند که ما در دنیای امروز نبایستی توسعه پیدا بکنیم یا در نظام جهانی نبایستی قلمروسازی بکنیم و در نظام جهانی ما نبایستی در تقسیم کاری که در جهان وجود داره با هوشمندی حضور پیدا نکنیم، البته در قضیه کرونا بحث جهانی شدن رو به چالش کشید که ما تقسیم پذیری مطلق در نظام اقتصادی نداریم. ملاحظه شد که در بحران‌ها یک سطحی از خودکفایی لازم هست. تا حدودی باید صنعت واکسن‌سازی داشته باشید، تا حدودی باید صنعت غذایی تأمین کننده نیازهای خودتون باشه، ولی این منافاتی نداره که شما در نظام جهانی جانمایی کنید و ارزش افزوده خلق بکنید که بشود برای مردم خودتون رفاه بیشتری فراهم بکنید، که این رفاه نه از طریق کالاهای مادی بلکه از طریق خدمات متنوعی است که در نظام اقتصاد خدماتی امروز ما که در جهان داره در حال توسعه است و نظام صنعتی رو، اقتصاد صنعتی رو پشت سر گذارنده و یک پارادایم جدید اقتصادی خلق کرده بتونیم درش زیست بکنیم. من به نظرم کسانی که به سرعت به سراغ حرمت و تحریم و جدا شدن از دنیا و اینها مطرح میکنن، اینها در حقیقت میخواهن به اصطلاح صورت مسئله را پاک کنن، نمیخوان زحمت بکشن و به اصطلاح اگر بخواهن زحمت بکشن شاید سخت باشه جواب این سوال ها رو دادن، استخراج متد بکنن، استخراج و پیشنهادات داشته باشن و پیشنهاداتی داشته باشن حتی پیشروانه نسبت به دیگران. نه اصلا اونا پیشنهاداتشون پیشروانه نیست. این در حقیقت نوعی کمکاری است. از من تعبیر من اینه که ناشی از کمکاری یا کم‌هوشی است. ببینید حالا من به این شکل عرض بکنم، اون چیزی که میگید جانمایی در اقتصاد جهان و همینطور رفع تحریم ها پیش نیازش گفتگوست. شما بالاخره باید برید با جاهایی که میخواید جا پا پیدا بکنید برید گفتگو بکنید. خب یکی از قدرت هایی که به هر حال امروز قدرت برتر جهانه آمریکایی‌ها هستن. شما به محض اینکه اسم مذاکره با آمریکایی‌ها رو مطرح میکنید، همین تصوری که اخیراً مطرح شد
راجع به دیدار احتمالی ایلان ماسک با نماینده ایران در سازمان ملل، دیدید چه واکنشی در درون به وجود آمد. من میخوام بگم اینها به عنوان موانع جدی توسعه محسوب نمیشن. قطع مذاکره ما با جهان. اصولا بشر با گفتگو زنده است. دانش با گفتگو خلق میشه، ارزش با گفتگو خلق میشه و اینکه مطلق گفتگو زیر سوال بره من برام خیلی تعجب آور هست. خب چون بحث فقهی گفتید حالا نمیخوایم وارد بشیم، ولی افرادی که این بحث رو مطرح میکنن از موضوع قاعده سلطه استفاده میکنن دیگه. میگن وقتی که ما میریم با آمریکایی‌ها حرف میزنیم یعنی داریم میپذیریم که اونا بر ما مسلطن. آیا اصلا این گفتمان در فضای امروز توسعه جهان پذیرفته است یا نه؟ مذاکره پیامبر ما با کفار با پذیرش سلطه بود یا نبود؟ پیامبر 23 سال از بعثتشون تا رحلتشون فاصله بوده. تنها زمانی که معاهده یا توافقی با کفار نداشتن فاصله بین جنگ بعد تا صلح حدیبیه است. فکر کنم 3 سال یا 3 سال و نیم بیشتر نبوده. در کل این دوره ایشون در حال گفتگو با کفار بوده و کفار هم دست برتر رو داشتن. دست برتر منظورم دست برتر قدرتی، در حقیقت قدرت نظامی، نه اینکه بنابراین داشتن قدرت نظامی دلیل بر این نمیشه که ما به اصطلاح قاعده استیلاء رو که مطرح میشه در فقه، مثلا ما استیلای مثلا با کسانی که داریم گفتگو میکنیم بعدش ما خودمون هم با صدام مذاکره کردیم، با خیلی ها مذاکره کردیم و به نظر من این قاعده عامی نبایستی باشد. شما موقع بگید افرادی که ایده‌ای برای توسعه ندارن برای فرار از اتفاقاتی که ممکنه پیش بیاد صورت مسئله رو پاک میکنن. بله همینطوره، چون صورت مسئله پاک کردن راحت تره تا زمانی که عواقبش بر سر ما آوار نشده. خب الان فضایی که راجع به توسعه در کشور ما مطرحه بیشتر حل مسائل جاری و پیش پا افتاده است. الان مازوت میسوزونیم باید نسوزونیم، من بنزینمون ارزونه باید عرض کردم دیگه ما تئوری بیسیک نیدز رو داریم، نیازهای اساسی. خب آقای دکتر یه چیزی راجع به هوش مصنوعی گفتید، ما الان در کجای این داستانی؟ خب هوش مصنوعی یک دوره است، یک دوره تاریخی است. برآورد بسیاری از نظریه پردازان این هستش که یک دوره جدید تاریخی است در ادامه در حقیقت دوره عصر فضای مجازی. یعنی در حقیقت اگه عصر مثلا ما داشتیم دوره مدرنیته و دوره پست مدرن یا مدرنیته تمام، در حقیقت عصر هوش مصنوعی عصر فضای مجازی تمام است. یعنی به اوج بلوغ خودش میرسه فضای مجازی و یک عصر جدیدی است. این اتفاقی که در حال وقوع هست ابعاد بسیار گسترده‌ای داره. به خصوص اگر ما مبانی ایدئولوژیک نئولیبرال را هم در نظر بگیریم که در شکل دهی توسعه آینده اقتصاد مبتنی بر هوش مصنوعی به اصطلاح کارگردان صحنه باشه، ما را به فکر وامی داره که بایستی حتما نسبت به این پدیده به اصطلاح نقش انفعالی نداشته باشیم. هرچند بر اساس صحبت‌های قبلی بنده ما بسیاری از فرصت‌ها رو از دست دادیم و یک مقداری تأخیر داریم، ولی به هر حال چون دوره جدیدی هست باز امکان این وجود داره که ما با سرعت بعضی از عقب ماندگی هامون رو در این حوزه جبران بکنیم. حوزه هوش مصنوعی اتفاقی که در حقیقت در حال وقوع هست این هستش که ما شاهد شهروندان جدید ارزم به حضور شما که در اقتصاد جهانی باشیم که ربات ها هستن. این ربات ها میتونن سخت افزاری باشن که در خط صنعتی به کار میرن، میتونن نرم افزاری باشن، میتونن سخت افزاری و نرم افزاری باشن. اینها میتوانند تحت نظام شبکه‌ای به صورت همگرا و هم‌آوا با همدیگه کار کنن. اینا مزیت‌هایی است که نسبت به انسان دارن و قدرتی که از طریق هوش مصنوعی قابل حصول هست که قدرت به اصطلاح پردازش
زبانی هست که میتواند مولد مثلا هوش مصنوعی مولد یکی از شاخه‌هاش باشه که میتواند مولد محتوا باشه، میتواند ارزم به حضور شما که صحنه اطلاعات و تولید اطلاعات و تولید دانش رو در جهان متحول بکنه. میتواند انسان‌های همگرایی رو خلق بکنه، مشابه انسان نماهای همگرایی رو خلق بکنه به صورت نرم افزاری که ازش به عنوان هوش عمومی مصنوعی مطرح میشه و توان اقتصادی یک کشور رو که یکی از پارامترهای قدرت ملی تعداد جمعیته و خصوصیات جمعیت، این رو در حقیقت جابجا بکنه قدرت ملی رو و کماکان قدرت نرم در حقیقت در حال انبساط و توسعه باشه و شرایطی رو در حوزه اقتصادی، اقتصاد صنعتی و اقتصاد خدماتی ایجاد بکنه، فاصله ای رو ایجاد بکنه که شما دیگه در حوزه صنعتی نتوانید با اقتصادهای صنعتی مبتنی بر هوش مصنوعی در قیمت تمام شده، در کیفیت، در پیچیدگی فنی و فناورانه به هر حال رقابت بکنید و از صحنه رقابت حذف بشید. میتواند یک تحول اساسی در نظام اشتغال کشورها ایجاد بکنه. میتواند اون ادامه بحثی که در فضای مجازی مطرح بود که رابطه دولت ملت ها ضعیف میشه و نظام جهانی خودش رو تحمیل میکنه و بازیگرانی از قبیل غول‌های فناوری در کنار دولت ها مطرح میشن که بحث استیلاء اگر میخواد مطرح بشه اونجا شاید شدیدتر باشه و از نوع خفی و پنهان باشه و موارد دیگر که حالا بسیار هست. اگر مورد خواستید من میتونم توضیحات بیشتری بدم. قدرت نرم ناشی از هوش مصنوعی روزی به قدرت سخت تبدیل بشه دید. بله، یعنی در حقیقت اثرات فیزیکی داره. یعنی ما بحثی که داریم این هستش که فضای مجازی پیوستگی داره با فضای فیزیکی. بسیاری از مطالب در فضای فیزیکی خلق میشه در فضای مجازی رشد پیدا میکنه، بعضی از فضای مجازی خلق میشه در فضای فیزیکی ظهور و بروز و نمود پیدا میکنه و اینها ارتباط وثیقی دارن. وقتی که شما بازیگران فضای مجازی هوشمند بشن، در حقیقت شما این رابطه خیلی با دینامیسم بالاتری میشه و دیگه ارزم به حضور شما نظام علی قابل پیش بینی نمیتونید داشته باشید. یکی از نگرانی هایی که در رابطه با توسعه هوش مصنوعی الان مطرح هست که ما در حقیقت برای اولین بار بشر ابزارهایی رو تولید میکنه که این ابزارها علی نیستن، مثل انسان مبتنی بر حافظه‌ای هستن که اون حافظه نمیدونیم چیه. اون حافظه که میتواند نوعی سوگیری در هوش ایجاد بکند و در حقیقت ما یک نگرانی که دیگری که وجود داره من پیش بینی میکنم این هستش که انسانها ربات نما بشن. یعنی همین الان بحثایی که در روانشناسی و روانکاوی داره مطرح میشه که انسان معیاری که دارن تعریف میکنن و نامگذاری بر بسیاری از رفتارهای انسانی، یکی رو میگن اوتیسم، یکی میگن آسپرگر، یکی میگن اسامی مختلفی که بر روش میگذارن، در حقیقت یک انسان معیار شبه ربات دارن تعریف میکنن که این انسان معیار خواهد بود و ضمن این که به هر حال انسانها نیازهای اطلاعاتی و نیازهای فکری خودشون رو هم از ربات‌ها تامین خواهند کرد. پس بنابراین حالا بگذاریم از این که بحثایی هم هست که چیپ‌هایی در مغز کار گذاشته بشه که فرض بکنید فردی که جنایتکار هست اون قسمت جنایت رو یا خنثی بکنن یا حافظه قسمت جناییش رو پاک بکنن. بحثایی است که خیلی دور از دسترس نیست. یعنی صحبتایی که الان داره میشه صحبت 10-20 سال آینده رقیب انسان، یعنی رقیب انسان یا یک انسان جدید یا یک انسان معیار که در نظام نئولیبرالی دارن شرایطش آماده میکنن. طور مثال همین انقلاب جنسیتی که الان داره مطرح میشه که از طرف آمریکایی ها و اروپایی ها در دنیا و حالا سند 2030 و غیره که به عنوان ساختن یک انسان معیار آینده است برای 2030 که بحث جنسیت به کنار گذاشته بشه یا سوال از جنسیت یک سوال در حقیقت نجات پرستانه تلقی بشه یا سوال خلاف انسانیت تلقی بشه. واقعیتش چرا داره این کار صورت میگیره؟
ما در ربات هست که جنسیت نداریم. در حقیقت یک گام به سمت ربات شدنه، یک گام به سمت هر گونه نهاد هنجارساز هست. نهاد خانواده نهاد هنجارسازه. هر گونه هنجارسازی مخالف با توسعه سرمایه‌داری و توسعه بازار هست. در حقیقت نوعی مداخله در نظام بازار آزاد هست. بنابراین این نگرانی ها وجود داره که بحثی به نام بحث اخلاق هوش مصنوعی که واقعا در جمهوری اسلامی هم ما بایستی بهش توجه کنیم، ضمن این که ما حتما بایستی در توسعه هوش مصنوعی شتاب بکنیم، ولی در عین حال الگوهاشون رو در ما در فرض کنید نظام اقتصادی فضای مجازی شاهد شکل‌گیری پلتفرم ها بودیم. پلتفرم ها هنجارسازی میکردن و میکنند و ارزش گذاری میکنن، نظام ارزشی بودن، نظام جامعه سازی بودن و در حقیقت تمدن ملت سازی میکردن، ملت سازی مجازی میکردن. در حقیقت ما الان ملت مجازی توییتری داریم، ملت مجازی اینستاگرامی داریم، ملت مجازی، ملت هم که میدونید در به اصطلاح ادبیات دینی ما به مذهب گفته میشه، نه به یک گروه قومی حاکم بر سرنوشت خود. نیشن در زمان انگلیسی گروه در حقیقت قومی سرزمینی حاکم بر سرنوشت خود هست، ولی در ادبیات کهن ما و دینی ما ملت ابراهیم خلاصه ملت در حقیقت ملت سازی به معنای قرآنیش رو در حقیقت ما در فضای مجازی دیدیم. اینها کردن نظام اقتصادیشون رو هم مبتنی بر پلتفرم ها قرار دادن که پلتفرم ها موجب تمرکز قدرت نرم و قابلیت تبدیل قدرت نرم به قدرت سخت و مدیریت قدرت نرم شد. در هوش مصنوعی ما حواسمون باشه اون الگویی که در حال پیاده شدن هست که هنوز برای ما روشن نیست، ولی کسانی به دنبال توسعه هوش مصنوعی هستند که پلتفرم سازان ما بودن و به اصطلاح غول‌های فناوری بودن که در دنیا نرم افزار، سخت افزار، ایده پلتفرمی، اقتصاد دیجیتال، اقتصاد خدماتی، تحول دیجیتال رو در دنیا طراحی کردن، رهبری کردن، پیاده سازی کردن. اینها دارن هوش مصنوعی رو با این ذهنیت پیاده سازی میکنن که به مراتب سرعت تحول افزایش پیدا کند، به مراتب بازار اقتصادی رشد بیشتری پیدا بکند و سرعت بیشتری پیدا بکنند و شکل جدیدی از اقتصاد رو در حقیقت شکل بدهند که این شکل اقتصاد در حقیقت موجب قدرت یافتن غول‌های فناوری دوشادوش نظام سیاسی نظام الیت سیاسی جهانی بین الدولی باشه در حقیقت. بنابراین ما نمیتونیم بی تفاوت باشیم هم از دیدگاه سیاسی، هم از دیدگاه اقتصادی و هم از دیدگاه اجتماعی. به هوش مصنوعی یکی از مهمترین دغدغه‌های جمهوری اسلامی هست. من متاسفانه یک نگرانی دارم. ما در مواجهه با تکنولوژی متاسفانه دو تیپ آدم داریم. کسانی که همون که شما اشاره کردید که از بیخ به اصطلاح مقاومت میکنن در مقابل هر گونه تغییر تکنولوژیک، و یک گروهی هم داریم که به صورت نمایشی به تکنولوژی هواداری نشون میدن، یعنی فقط اسباب تفاخر، لغلقه لسان و به اصطلاح نمایشنامه اخذ تکنولوژی اداپشن رو در حقیقت انجام میدن. این رو ما باید خیلی مواظب باشیم. الان من یه مقداری که به هر حال در این حوزه فعال هستم تو کشور، مراجعات بسیار زیادی به شرکت‌ها داره میشه که فرض کنید جی پی یو بخرن، به اصطلاح یک امر نمایشی در حوزه هوش مصنوعی تو حوزه فعالیت خودشون راه بیاندازن و به نوعی حرکت کورکورانه دنبال روی به اصطلاح خام از آن چیزی که در خارج از مرزهای ما داره اتفاق میفته. اون هم در کشوری که این همه منابع محدود هست، دچار مشکلات تحریم هست. من خیلی نگران هستم حقیقتش که هوش مصنوعی بازیچه بشه و امیدوار هستیم که تدبیرگران این کشور این قضیه رو تدبیر بکنن که ما حداقل انتخاب درست، طراحی درست، راهبرد درست در حوزه هوش مصنوعی داشته باشیم.
تو این چیزی که شما راجع به هوش مصنوعی گفتید یه جایش مبهمه، یه جایش هم وحشتناکه. یعنی اون اتفاقاتی که داره میفته وحشتناکه و خب آدم میمونه در این فضای بزرگی که داره اتفاق میفته. ما هنوز دنبال این هستیم که فیلتر داشته باشیم و رفع فیلترینگ. یعنی واقعا کجای عالم ماست این داستان؟ اصلا پیاده سازی هوش مصنوعی بعد از این است که فیلتر رو برداشته باشید. اگه فیلتر برداشته نشود ما هوش مصنوعی در حوزه به اصطلاح تفهمی و اطلاعاتی شکل نخواهد گرفت. میخوام بگم این دعوایی که الان ما داریم میکنیم این دعوایی است که زمانش تموم شده، باید ازش خارج بشه. قطعاً باید ازش خارج. فیلترینگ دیگه معنا نداره دیگه. معنی نداره. به خصوص با برنامه‌هایی که الان در حال اتفاق هست در دنیا یه معنی نداره. من که خیلی چیز یاد گرفتم. ان شاءالله که موفق باشید و ان شاءالله برای مخاطبان ما هم مطالب سودمند باشه.